حاجی تو اتاق عمل بودم، این پرستاره چنان یامپور رو به هم فرود کرد، نفهمیدم یامپور بیهوشی بود باهوشی بود، نفهمیدم چی بود. بهش گفتم مرد حسابی چه پولی بود به هم زدی؟ چرا نصف شبیه عینکی تو برمی‌داری جواد آقا؟ اینجوری فکر کنم مجید داره میاد، از قیافش خوشم نمیاد، چند وقتی با هم شاخ شده نمیخوام قیافش رو ببینم. ای بابا نگاه استیل گنگو، نگاه ترکیب و رنگو، نگاه باعت مردو، خشمین ناز قلبو. سلام مجید آقا، چطوری؟ خوبی؟ چه خبر؟ چرا نصف شبیه عینک آفتابی زدی؟ آفتاب بدم خدمتتون؟ چرا؟ چی شده؟ حاجی عینک آفتابی زدم که جواد آقا رو نبینمش. حقیقت چند وقتی است که باش شاخ تو شاخ شدم. بله آقا، ایشون عینکشو بر میداره که ایشون رو نبینه، ایشون هم عینکشو میذاره که ایشون رو نبینه. این داستان زندگی بعضیاست آقا. چشمها را باید شست، چشماتونو بدید به بعد، چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید. این حرف سهراب خانو گوش کنید. این داستان زندگی بعضیاست که 2 دقیقه تحمل ندارن رفیقشون، دوستشون، همسایه‌شون، همکارشون رو تحمل کنن، گذشت داشته باشن، صبر داشته باشن که آقا امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودند تجربه همه انسان‌ها نشون داده با ارزشمندترین چیزی که یک انسان میتونه تو زندگی داشته باشه دلار و سکه و ماشین شاسی و مزداتو و مزداتیری نیست، بلکه با ارزشمندترین چیز اینه که یک انسان صبر داشته باشه. اگه صبر داشته باشی تو زندگی آروم میشی. بزرگترین اقیانوس آرام است، آرام باش تا بزرگترین شوی. چاکر همه امام حسنی ها. یا